سلام رفقا، حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ امیدوارم که هر کجا که هستید حال دلتون خوب باشه و احوال دلتون عالی باشه. من نسیم تاروت ریدر شما در این لحظه در کانال لایف کوچینگ با نسیم ارتعاشات تاروت رو برای امروز شما بررسی میکنم و به شما از این ارتعاشات، المان‌ها و کدهایی رو که باید دریافت کنید رو به شما منتقل میکنم. چند لحظه سکوت و مکس بریم ببینیم که چه خبره و تاروت میخواد با ما چه صحبتی رو داشته باشه. با ما همسو و هم فرکانس باشید با این ارتعاش پرقدرت و پر انرژی و کدهایی که در واقع تاروت برای امروز شما در نظر گرفته. لطفا این ویدیو رو لایک بکن و اگر تا به الان کانال رو سابسکرایب نکردی کانال رو سابسکرایب بکن و زنگوله رو فعال بکن که هر زمان که ما ویدیو گذاشتیم شما متوجهش بشید. کارت درویش، 6 چوب به دست، 7 شمشیر، 5 سکه، رستاخیز، 6 شمشیر، قدرت نهایی. چقدر از فاصله داره صحبت میکنه. 8 جام، میگم 8 سکه، ببخشید پادشاه سکه، 7 جام، نوباوه چوب به دست، کارت انتقال. چقدر از تغییر و تحولات امروز داره صحبت میکنه. ملکه شمشیر، 9 شمشیر و 7 سکه. 10 کارت رو ببینیم. 4 شمشیر هستش. بچه ها ببینید در یک ارتعاش انرژیکی به سر میبریم. ببینید دقیقاً از کارت درویش صحبت کرده، از تنهایی های خود شما صحبت کرده و میگه که بسته به تو داره که از این تنهایی چجوری بهره برداری کنی و چگونه استفاده کنی. میگه تو میتونی یک راه و مسیر رو انتخاب کنی و فکر کنی که رها شدی و منتظر سورپرایز طبیعت باشی و اتفاقاتی که تو رو در خط و مسیر پیروزی و موفقیت ببره، یا میتونی در این تنهایی زانوی غم بغل بگیرید، چه کنم کنی و در این خلأ قرار بگیری که دیگران برای تو قلدری بکنن، دیگران برای تو خط و مشی تعیین کنن و دیگران واسه تو حرف و حدیث بزنن و تو طبق ارتعاشات و انرژی های این آدم ها مسیر خودت رو تغییر بدی. خیلی ها هستن که گرگن در لباس میش و در اطراف تو قرار دارن و خب قطعا میتونن با ارتعاشات و انرژی هایی که برای تو میفرستن تو رو در یک راستا و مسیر دیگه ای قرار بدم. پس امروز چرخه کائناتی و چرخه کیهانی و المان ها و کد هایی که به تو داره میده، میگه این دیگه تصمیم گیرنده تو هستی. از ذهن تو داره صحبت میکنه، از افکار تو صحبت میکنه و آپشن های مختلفی که روبروی تو هستش و این دگرگونی در طول زمانی لحاظ میشه و این دگرگونی
در تو به شکل مثبتش زمانی اتفاق میفته که تو پرقدرت تر پلن بچینی، برنامه ریزی کنی و قدرت رو توی دستای خودت بگیری، نه زمانی که در تنهایی که داری افکار منفی، ذهنیت های منفی اطراف تو قرار بگیرن، ارتعاشات و انرژی های منفی اطراف تو قرار بگیرن، دیگران برات قدرت نمایی کنن و تو رو در راستای از دست دادن و از بین بردن قرار بدن و همش حرف و حدیث این رو بزنن که آره تو موفق نمیشی، تو نمیتونی، تو اینجوری، تو اونجوری. پس این خط و مش رو و این ارتعاش انرژی و دریافت کنندگی رو تو تعیین میکنی که در چه جهتی کدوم مسیر رو ببندی و کدوم مسیر رو باز بکنی، که قطعا اگر در راستا و مسیر درست‌تر قدم برداری به نقطه امن میرسی و تو هستی که تعیین کننده راه و مسیر خودت هستی و میتونی از طوفان‌ها رد بشی و به تنهایی از پس خیلی چیزها بر بیایی. امروز از خود تو داره صحبت میکنه بچه ها، از اینکه تو میتونی کاری بکنی که حتی طرف مقابلت رو تحت شعاع و تحت تأثیر قرار بدی و حتی کاری بکنی کسی که از تو فاصله گرفته به سمت سوی تو برگرده، به تو ابراز عشق کنه، به تو ابراز علاقه کنه و تمامی شرایط رو طوری رقم بزنی که حتی اون آدمی که از تو فاصله گرفته، حتی روی ابعاد عاطفی و احساسی، حتی روی ابعاد کاری و مالی، برای تو احترام قائل بشه و به سمت و سوی تو گرایش پیدا کنه. این دقیقاً کدی هستش که به تو داده شده، یعنی دقیقاً داره به شما میگه چطور رفتار کن، چطور حرکت بزن تا بتونی به اون خواسته و فکری که توی ذهنت هستش، به اون در واقع اهداف خودت دست پیدا کنی. برای خود امروز چه چیزی قرار اتفاق بیفته و رقم بخوره؟ دقیقاً اگر تو ارتعاش و انرژی خودت رو بالا نگه داری، خبرهای خوشحال کننده ای رو میشنوی که تمامی ارتعاشات و انرژی های منفی، شب نخوابی ها و کابوس ها رو از بین میبره و تو میتونی در یک گفتگو، صحبت و حرف زدن مسالمت آمیز با تلاش و کوشش به اون نتیجه مطلوبی که میخوای دست پیدا کنی. این عدالت الهی رو تو به دست میاری زمانی که درست فکر کنی، درست بیاندیشی و خودت رو بیدلیل روی ابعاد و شرایط سخت قرار ندی و اجازه ندی ارتعاشات و انرژی های منفی به تو وارد بشه. این رو بدون، امروز تو میتونی با به وجود آوردن یک حصار ذهنی در واقع اجازه ندی ارتعاشات منفی به تو وارد بشه. حالا اینکه میخوای بدونی چطوری این حصار ذهنی رو ایجاد بکنی، هم من نسیم میتونم به تو کمک کنم که اگر دوست داشته باشی میتونی از طریق شماره واتساپ 0930 696 47 82 بیای توی واتساپ و من به تو راهکارهایی رو نشون میدم و حتی به تو کمک میکنم، یا حتی اصلا شاید دوست نداشته باشی خودت خیلی کار به خصوصی رو انجام بدی و ما به تو کمک کنیم برای ایجاد این حصار، و یا این که نه حتی میتونم بیام با تو صحبت کنم همینجا، همین لحظه هم یه کد بهت میدم عزیز دلم. اجازه ندادن به افکار منفی و تو به چیزهای مثبت فکر کنی، باورهای مثبت خودت رو قوی کنی، از ارتعاش و انرژی های منفی آدمهای منفی خودت رو دور کنی. اینجوری میتونی یک حصار با ذهن خودت ایجاد بکنی. اگر هم نتونستی، من نسیم در خدمت تو هستم. میگم میتونید بیاین در واقع توی واتساپ اونجا پیغام بدید. این رو هم بگم، این کاری که ما قراره برای شما انجام بدیم، ما به ازاش هزینه ای دریافت میشه. این رو بگم اینجا توضیح بدم. من راهکارش رو بهت دارم اینجا میگم، اگه تونستی خودت انجام بدی که اوکی، اگه قرار باشه که ما برای شما انجام بدیم، هزینه ای رو از شما دریافت میکنیم.
من تا جایی که بتونم یک سری چیزها رو میگم که شما خودتون انجام بدید، کد و المان رو بهتون میگم. ولی اگر قراره شخصی من نسیم برای شما انجام بدم، هزینه ای رو دریافت میکنم که اگر دوست داشته باشید من برای شما انجام بدم به شکل تخصصی تر و ویژه تر، از طریق شماره واتساپ 0930 696 4782 در خدمتتون هستم. پس قدرت و فکر و انرژی خودت رو در حد ایدئال بالا ببر. در پناه خدا باش، در مسیر نور و آگاهی. فعلا خداحافظ.